ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. و بر روی زمین افتاد. هنوز رنج‌های روحی و جسمی حضرت تازه بود که منافقین دست بر جنایت دیگری زدند و بار دیگر روح حضرت را شکنجه دادند و به قصد فلک پرداخت. بالاخره روزهای آخر عمر حضرت فرا رسید. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. فالعمر محدود السنين وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل
ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. سپس در را آنچنان بر روی عزت فشار داد که محسن ششماه ایستخت شد. دشمنان وارد خانه شده و از روی گوش شستر آنچنان سیلی بر او زده. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل